خب ببینید، عموما ما زعفران رو یاد گرفتیم در آب جوش دم کنیم. در خیلی از مواقع هیچ مشکل نداره، میتونیم دم کنیم، اما بهترینش شما میدونید، من همین الان میگم که نخوام اضافه گویی کنم و در هر مورد مطرح کنم. آشپزی خودش یک آزمون سعی و خطاست. یعنی ما خیلی مراحل رو پیش میریم، این رسیپی، اون رسیپی، این رسیپی، میریم و ببینیم کدوم بهتره، کدوم قشنگتره و شیکتره. حالا شیکیشو بذاریم کنار، کیفیتی که به ما میده بهتره. بهترین حالت از نظر من با توجه به آزمون هایی که داشتم و غذاهایی که درست کردم، حل کردن زعفران در یخه، یعنی دم انداختن به جای آب جوش در یخ. من این رو میذارم اینجا، بهش زمان میدم که زعفران من در این یخ حل بشه، باز بشه. این یخا که آب شد، وارد زعفران من شد، بلافاصله انتقال میدم به یخچال که وقتی که تحویل میگیریم، میخوایم به غذامون اضافه کنیم، دمای محیط یخچال رو داشته باشه، دمای سرد رو داشته باشه. اون رنگش رو خیلی پررنگ تر میکنه، جلاش رو خیلی بیشتر میکنه و این هم باز میدرخشه در غذای ما. برای شستن زرشک تحت هیچ عنوان ما زرشک رو با آب ولرم یا آبی که از شیر خارج میشه، اینم شکر، بهش اضافه میکنیم. فکرم نکنید شکر میمونه و خیلی شیرین میشه، یه طعم میخوش میده. ما به این شکل زرشک رو میشوریم. خب حالا دلیلش اینه، ما ایرانی ها، نه تنها ما ایرانی ها، به هر حال ممکنه در بعضی کشورهای دیگه هم این حالت باشه، خیلی به پف زرشک و قرمز شدنش و اون یاقوتی شدنش اهمیت میدیم. مطلب اول. مطلب دوم، ما عادت داریم پیش میاد غذایی رو میخوریم، دوباره میخوایم گرم کنیم بخوریم. اگر این کار رو نکنیم، زرشک های ما پف کرده نشه، درشت نشه، قرمز خوشرنگ نشه، ندرخشه، قهوه‌ای بشه، چروک بشه، اگه با هر روش دیگه غیر از این روش زرشک رو بشوریم، به خصوص در آب ولرم شستن و ریختن در روغن، باعث میشه در مرتبه دوم که میخوایم غذا رو گرم کنیم، در مرحله اول سرو نتیجه جالبی رو از دیدن زرشک نگیریم. در مرحله دوم این زرشکا دونه دونه میشه، میچسبه، خودش رو رها میکنه و به دونه های برنج ما میچسبه. ما در اینو به هم میزنیم در این آب یخ و شکرمون، بعد میریم و از صافی رد میکنیم. کره ما گرم شد، داغ نشد که زرشکمون رو بسوزونه. اینم رنگ زرشک که مشاهده میکنیم. یک تفت در زرشک در همین حد که زرشک ما براق بشه. الان زعفرانی رو که با دمای یخچال بوده بهش اضافه میکنیم. حالا شما این رنگ رو فقط ببینید. در همین مرحله خاموش میکنیم و از روی حرارت بلافاصله برمیداریم. چرا برمیداریم؟ چون سرشعله گاز ما گرمه. اگه بخوایم بی‌دقتی کنیم و نگه داریم روش، باعث میشه که زرشک رو به قهوه‌ای بره. ما زرشکمون الان آماده شد. وقتی که من این رو قاطی برنج کردم و سرو کردم، شما متوجه رنگش میشید. همین الانم ببینید رنگش رو. خب و اما برای یک زرشک پلوی رستورانی، بعد از اینکه این کار رو انجام میدن و برنجمون رو داخل این میریزیم، رنگی میکنیم و روی برنجمون سرو میکنیم، ما از این زرشک جدا میکنیم، روی اون برنج های طلایی زعفرانی که مخلوط شدن با هم، از اینا هم میپاشیم.